آخه شما جنگ کرده بودین کو؟ کی آشتی شدین؟ من نفهمیدم. نه مادر جان، چه خیل جنگ؟ مگر این خیل می شود مادر جان؟ من به هجری زندگی کردن نمیتوانم. ای دختر، ایچ طریقه پای؟ یک دم میگوی که جنگاور قطعی خونه دار میشوم، با میگوی که قطعی هجری. چی این زندگی به تو بازی چای؟ چی مردم به تو را احمقای؟ عجینه چی؟ آخی بچم در حق سایرام این کاری کردگیت خوبه ها؟ او را خفه کردی. چیکار کردم پدر؟ خودت نمیدانی چیکار کردی. آخی دختری چمن با جنگاور باید خانه دار میشید، تو باشی با سایرام اویله دار میشیدی. این دختر چیکار کنه ها؟ دختر جون زیغ نشه، این روزها هم میگذره. آخری از نجان چرا زیغ شوم؟ من از خورسندی به هوا پرواز دارم. نهایت جنگاور از من شد. چی؟ من به جنگاور عاشق شدم خاله جان. از این پس هجری تنها گهواره بخشی من است. جنگاور دا عاشق شدی؟ بله خاله جانم. دختر، ما این قدر حرکت کردیم که تو هجری قدی ساز شوی و کارای ما بیهوده بوده است. شما چی ها میگوید خاله جان؟ هجری گهواره بخشی من است در دنیا و آخرت. یعنی کنی بیخست تو را آغوش گیرم. بیخست آغوش کنه. بیا با تو تا آخری عمر خوشبختی میخوام صنم جان. خدا تا آخری عمر خوشبخت باشه. آمین جانکم، با تو هم نصیب گردونه. خیر انشالله. اوسیا ای چی گفت نفهمیدم. آقای سعدین با هیچ چی را نفهمیده صدام. پدر مادر خیر اکنون همه خوشحال است. بیاید همه کس صبحانه بخوریم. صبحانه آماده شده است. با آشخانه روید. استید یک فکر دارم. حاضر همه کسا با کافه زینب رفته صبحانه رو در اونجا میکنیم. راست میگم. میشود دوگانه جان گپی تو رو میگیریم. بیا رویم. رفتیم جونکی من. یعنی زنده است. میدانستم. من زنده بودن او را میدانستم. ساختکار، کالتاکلسی ساختکار، داملای ساختکار، داملای حقیقی من هستم. از برای خدا پدر آرام شو. دستگیر میکنیم کالتاکلس رو. خاموش، بتربیه. حس میکنم آخه. بله او در همین جا در کجایی هست؟ بویش به مشام میرسد. بله او در همین جاست. او را دستگیر کنم اگر سرش را از تنش جدا میکنم. کالتاکلسی ساختکار، فریبگر. آخر پدر جان او را ببینی چه خیل میشناسی. او چهرهش را عوض کرده است. گپ نزن ناخلف. من حس میکنم بوی بدی او را، انرژی ناخوبی او را حس میکنم. مراد پسرم، این کالتاکلس را کی دستگیر میکنی؟ چی؟ کی؟ کالتاکلس؟ وای کالتاکلس رو پدر چرا از من نمیپرسی؟ من دستگیر میکنم او رو. با نزدیکی دستگیر میکنم. از من پرس. چرا از من نمیپرسی؟ از من پرس. خاموش باش بتربیه. خاموش. زهرا هم دختر نقابدار شده است. به فکرم ناها یک جا کار میکنن. باور کن 1000 سال فکر کنم باورم نمیآید که زهرا دختری نقابدار است. او رو هم دستگیر میکنیم برادر. او رو هم دستگیر میکنیم. آخرکه او هم چهرهش رو عوض کرده است. او رو چه خیل میشناسی؟ با فکر من هر دوی آنها از اینجا گریختند. پلیس از پسشان است. چرا اینجا میموندند آخر؟ همین خیل نه؟ یعنی دخترم اکم زهرا و کیلاس انیق به خارج رفتند. انیق میلیس یک لحظه یعنی از گپویت معلوم میشد که میلیس با دخترمکت زهرا در تلفن گپ زدی؟ چی گفت؟ در کجا اساسی؟ یگان معلومات داری؟ چی گفت؟ راست شو بگو میلیس تاریخ تلفن قدی زهرا گپ زدی یا نه دروغو را خدا بزنه؟ امون همینجا هستن. آخر زبید سفسطه نگوی جانم. چی علاقه دارد؟ من زهرا را ندیدم آخر.
بینم هم چه خیلی میشناسم چهرهشی وز شده است میگوید یا خدایا. ملیس مرا گوش کن ببین، اگر تو به جنایتکار یاری دهی خودی تو هم جنایتکار نمیده میشوی. بعد به من زوبید نگو خبر نداشتم جنایتکار شدن رو نمیدونستم. نگو که نگفتمت. ملیس من تره خبر کردم. هر دوش اینجاین به هیچ کجا نمیرون. از من میپرسه که برای چی؟ چون که همه خیشی تباراش همیجان شنیده؟ خاموش باش به تربیه. تو کلتکیلس را دستگیر کن، زهرا را رها کن. زهرا بیگناه است. او را با این کار کلتکیلس گله داده است. آدمی پس ساخته کار. از میه خیل گپ میزنه که سری آدم ویران میشه باور کن. تو حالا هم گپ میزنی به تربیه؟ آخر زهرا دختری ما است. او را از دست کلتکیلس نجات میدهیم. در کوتاه‌ترین مدت کلتکیلس را دستگیر کرده به سود پیشنهاد میکنیم جنابی عزمی، پروا نکنید. بله با تو باوری دارم مراد پسرم. زهرا را نجات بده. ای لطفاً کمیسر مراد، دخترم که بیچاره مرا از دست اون مردی بد با نام کلتکیلس نجات دهید لطفاً. زینب عیب نیست این کارت. خانم زینب، مسئله کلتکیلس از من است. زهرا را من نجات میدم، مراد نه. خانم عالم آمده است. عالم بمیره بمان بدرویا. عالم گفت؟ بله خانم عالم، آدمی نزدیک مراد. دعوت کردن که در برشین دو صبحانه خورد. آنها یکدیگر را دوست می‌دارند. با شما اشتیاقی توم. عالم بگذار بشی که میدانم که گشنه ای. خوش آمدی دخترم. خوش باشد. سلام مراد جان. سلام عالم. مراد جان ها؟ عالم ما در باره زهرا و کلتکیلس صحبت میکردیم. اون دخترمه که زینب و دوست داشتش رو بگوید مگر؟ نمرده بودن، زنده بودن و در نزدیکی ما هستن. به همه محله گفتم همه چشمانش را خوب کشویند. تو هم عالم اطرافت رو اهمیت ده. میلش تمام، شما خاطر نشوید. عزیزان من، کیلس زنده بود است که چه خیال شده است هیچ نفهمیدم. اکا چهرهش هم عوض شده است میگویم کو. آبا من باید در حال گریزم. و چهرهش را عوض کرده است. زهرا هم چهرهش عوض شده است. زهرا هم زنده بوده است. بمانده. چی؟ زهرا هم زنده است؟ کمیسر زبید است کو. گفت که اگر کیلس و زهرا را یگان کس ببیند زود به من خبر دهد. اکا جوهر، اگر آنها چهرهشون رو عوض کرده باشند ما بینیم چه خیلی میشناسیم. با خدا اینش رو نمیدانم. هجری شنیدی زهرا زنده بوده است؟ حسنا من هم بسیار حیران شدم. استادم زیا این رو با من گفت و اما استادت زیا؟ کمیسر مراد آخر. هجری مبارک شود. استادت زیا زنده بوده است. چی میگه هجری؟ همون استاد زیا که تعریفش میکنی او میشای کلتکیلس بوده. هموای بچه ها کفتکوب کردن مراد. در بیمارخانه که زهرا جراحی گذرانیده است هیچ معلومات نبوده است. در دفتر قیدها چیزی نیست. درباره دختری که کلتکیلس رو جراحی کرد یگان معلومات نیافتیم کو. اما من به یک خلاصه اومدم که آنها دور نرفتن، همین جا در نزدیکی همون هستن. من باوری دارم که آنها رو دستگیر میکنی مراد. تو قهرمانی من هستی. این دختری چسبک رو هیچ سر نمیدهد. وجدان انسانی مراد عالم با هم دیگر گند زیبنده این. تویتون کی باشه؟
چی ها میگویی تو؟ چی خیل توی؟ آخی زینب خوشبختی مراد خوشبختی ما برای من میفهمم که تیستر خطی اولمبی توی کنن تویش تماشا کنیم. چی؟ جناب زبید اجازه دهید من با کمیسر مراد یک چیز رو صحبت کنم. بله. زینب خفت کرد فریاد کن خفش میکنم. زینب دوری بد نره که خواتیر میشم. کن اینجا بیا. باز اینجا بیا میگویدی؟ تمام شدی کمیسر. من خیانت رو هرگز نمیبخشم. چی خیل خیانت آخر؟ سفسطه نگو. دو چشمم کور شود این خیل نیت نداشتم. چی کار بکنی؟ بس است آخر. حیران میشوم. کار میکنی که در نزد آدمان داد زنم. زهرای من این خیل نبود کو؟ بسیار عوض شده ای کو؟ این خیل نبودی تو. زهرای من مرا حتی گپی بد نمیزد. آه زهرا آه، کجا شد آن زهرای پیشینه؟ چی گفتی تو؟ زهرا با من خوب رفتار میکرد، تو باشی وای زیو هم از بالای من دیگر گل رو بوی نمیکشید. ای بس است آخر. کاش زهرای من عالمه بود، اقلا مرا لطو کوب نمیکرد. کافی است آخر. کاش زیاد تو نبود بلکه زوبید میشد. یک دقیقه، تو چی گفتی؟ آخر زوبید با من صادق میموند. زهرا بین از حد گذراندی، حوالت خوب نمیشود. بسیار ترسیدم. چیکار میکنی؟ تو را دستگیر میکنم. خودش رو حالا هم پلیس فکر میکند بیچاره. من پلیسم، کمیسر مراد. گوش کن کلتکیلس، مرا عصبی نکن وگرنه رفته تو رو به زوبید میفروشم. مرا عصبی نکن دختر نقابدار، وگرنه تو رو به زوبید میفروشم. میتوانی ها؟ البته که. آنها درباره‌اش چی گپ زده ایستادن؟ من یک جو میدونم مولم. من حاضر رفته هر دویمون رو به زوبید خبر میدم. میبینیم که کدوممون رو دستگیر میکند. آخر کارهایی که کرده نمیتوانی گفته مرا نخندان. کنی بیرو؟ تو حاضر روزت رو میبینی. کنی رو بینیم. ایست زهرا، زهرا. زوبید، من میخوام با تو یک خبری بسیار مهم رو رسونم. خبر می؟ زینب چیکار میکنی؟ دیوانه شده ای؟ کلتکیلس هست کو؟ همون عروس بوزه که شبو در شهر افلاسکاری میکند؟ بله، عروس باز و جنایتکار ابله. من رو با دستان خودم دستگیر کرده به سود میسپارم. خبر چی است؟ آن آدمی جنایتکار است کو؟ همون آدم. زینب با فکری تو گپ زن. با فکری تو به زهرا خیانت میکند؟ چی؟ نه هرگز اصلا. یعنی بله کلتکیلس جنایتکار است ولی باور ندارم که خیانت کند. یعنی خیانت نمی کند. زوبید در اینجا چی گپ است؟ تو یگان چیز رو فهمیدی؟ تو خاموش باش آخر شیطانچه. به هر کار بینیت رو نخلون. این دختر بسیار دغل است، ما با این دوست شده نمیتوانیم. زوبید با زینب بگو که کلتکیلس به هیچ وقت خیانت نکرده بود، حتی به یگان دختر نگاه هم نمیکرد. دروغ گفته ایستاده ای. دروغ نمیگویم. دروغ گوی افلاس. کلتکیلس به زهرا خیانت دارد. نه خیانت نمیکند. از برای خدای چی گپ است؟ من یگان چیز رو نفهمیدم. کلتکیلس افلاسی عروس باز است. نیست. فهمیدی؟ کلتکیلس بسیار با صداقت است. نسبت کلتکیلس نفرت دارم. هرگز نفرت نکن. او دخترم که تو را دوست می‌دارد. دوست نمی‌دارد او را دوست می‌دارد. او زینب، مراد چی گپ است همکار؟ از پشت کلتکیلس شده در اینجا جنجال داره. آخه زینب جان آن فریبگر رو من حتما دستگیر کرده به سود میسپارم. این رو یک سو گذاره تو از همه خوبش خبرت رو بگوی که درباره کلتکیلس هست یا نه. خبر جانم. خبر؟ درست شنیدی. وای زوبید جون، این کمیسر مراد بسیار آدمی عروس باز میتابد. شما با او مانند نشوید مایلش. راستیگه من خطی خیلی آدمای کوچگر لخم حیف نمیکنم. فرق زوبید مراد از زمین تا به آسمان. در شما سیمای پدری اویله بودن هست. نگذارید که مراد شما را از راه بیرون کند. نه هرگز نمیگذارم زینب. من به 30 سال زنگیری نزدیک شدم زینب. راستیگه به بلاغت رسیدگیم.
لطفاً با این آدم یک جای گشت خود رو بیروها نکنید. من برای چی قطعی ابله میگردم؟ من تماما دیگر آدمم. قطعی خیلی شما من نمیگردم. آب عیب نیست مگر زبید؟ خاموش شو آدمی بخیل. بله زنم جان، دوام بدهیم. این آدم در سن و سال هست که با دخترها نگشته باید اویله برپا کند. درست فهمیدید. هرگز نمیخواد که خانه دور شود. نه مرادم مزش نه، زنگیرش نمیفوره. شما بسیار هم اویله دور شدن میخواهید. بخدا زنم میفوره. انا یاد گیرید جنابی مراد. یک دقیقه این خیلی گپ زده رفته نمیتونه. این چی گپ است؟ مراد یک دقیقه باور که من حس کردم که زینب خطیمت تکلیف خانه دار شوی داره. وجدانی سالم خیلی یا خدایا. سفسطه نگو زبید. مرا گوش کن. زینب مرا نمیاد دادم کو. میفورش که من تکلیف خانه دار شویش بکنم یا نکنم. چی میگویی تو؟ زینب زبید اینجا میشین. شین میگویم حاضر میایم. زینب با من تکلیف اویله داری کرد. یعنی میخواد که من با او تکلیف خانه داری کنم. بسیار خوب. بیا جاقت کنیم مولم ببین. انگشتری رو من میگیرم. هجری من بسیار خوشحال هستم. زهرا زنده بوده است. امیدوارم به نزدیکی او رو میبینم. یادش کردم. انشالله سنم. انشالله استادم زیا هم زهرایش رو مییابد. هجری همون خونه‌ای که پیشتر دیده بودیم کو با فکرم همون رو کرایه گیری می شود، چون که خانواده تو نمیخواهند که خانه داماد شوی. از من هم نمیخواد که من در خونه شما استم. آن خانه بسیار زیبا بود. کرایه گیری می شود. تمام میگیریم. من همراه تو در جنگل هم زندگی میکنم. با من باشی کافی است. ای مایده چه رومانتیکی. من میدونستم که همین خیلی میگویی. چه خوب، جنگاور دامادمون میشود. سنم چرا باز با هجری آشتی کرد به فکرت؟ جنگاور دامادمون نشود قادر. نشود یعنی خیل میشود. جنگاور دامادی من است، جنگاور دامادی من است. گفته چرخ نمیزدی تو زنک جان؟ تو هم بسیار گپ نزن قادر. ای لطفاً. شد زنک جان، خوب نمیگویم. من با دوستانم واخوری دارم. بیگاه میبینیم میلش؟ تو بازدید. یعنی من نیت به چی کردم که جنگاور داماد من شود؟ نصیب مرا ببینه. یا خدای توبه. آیا چه؟ سنم تو در اینجا چیکار میکنی دخترم؟ آخر با داماد جنگاورت خونه میکوبی مادر جان؟ خانه کفته استاده اید؟ مادر جان یک خونه یافتیم به خونه شما نزدیک است. به خدا از روی کلان میفرایید، دو کوتاهی رو میبرید به طرف چپ و راست میگردید، همین خیل میرسید. نمیشود این خیل. من دخترم رو به یگان جا نمیفرستم. مادر گوش کن، اگر با سنم خانه دار شدن بخواهی پسرم، با سنم به خانه ما آمده خانه داماد میشوی. تمام مادر جان میآیم. هجری خانواده چی میگوین؟ آنها چی میگوین؟ هیچ چیز نمیگوین. در یک محله هیچ چیز نیست. ای سنم دخترم بیا کمی رفته سیر و گشت کنیم. با تو تنها صحبت کردن میخواهم دخترم. یک دقیقه مادر جان، باید اول از هجری اجازت گیرم. یک دقیقه چه خیل گپ است باید از هجری اجازت گیرم؟ هجری با مادرم به سیر و گشت برآمده میتونم؟ استغفرالله سنم جان، مادرم چیزی گوید همان را کن. هجری از تو میپرسم اجازت میدهی؟ تمام سنم جان میتوانی روی جانم. چرا داد میزنی آخر؟ شکر. او جانی من. مادر جان از هجری شوهر بسیار خوب میبردم خیل نه؟ هیچ نپرس. کنی پیش درو. خیر رفتیم دخترم. شکر خدای مهربان. زهرا دستم رو سرده. چرا این خیل میکنی آخر؟ نه یک دیگرمون رو یافتیم. چرا این خیل رفتار میکنی؟ عروس بازی فلاس. عروس باز؟ عروس باز نیستم. عالم دستش رو دراز کرد. من اون دست رو میشکنم. شد آرام شو. میشکنی. میدونم
ولی حاضر ما باید فکر دیگر چی را کنیم. فهمیدی؟ زبید نباید ما را دستگیر کند. باید با دقت باشیم جانم. آخر تو چه خیلی آدمی ترسونچک شده ای ها زیا؟ چهره ما عوض شده است. ما رو از کجا پیدا میکند و میبیند و میشناسد و دستگیر میکند. میدانم ولی باز هم باید با دقت باشیم. یعنی بعد از خانه‌دار شدن ما نمیخواهم که دستگیر شوم. بعد از عائله‌دار شدن؟ بله. خانه‌دار میشویم؟ بله ممکن باشد خودی حاضر. چی حاضر؟ بله 4 سال شد خانه‌دار شدن نتوانستیم زهرا. یکی سقراط میبراید، یکی اژدهار سرخ، یکی بازی از نیتو، کمیسر اونال. به خدا بسیار دلگیر شدم. بیا عائله‌دار میشویم کافیست. ها؟ با تو عائله‌دار شدن میخواهم زهرا. نمیدونم آخر، یعنی انتظار نبودم. انتظار نبودی؟ 4 سال شد. 4 سال. نمیدونم زیا. چی رو نمیدونی؟ من نمیفهمم. یعنی یک چیز نمیرسد آخر. نمیرسد؟ چی نمیرسد؟ یا که با من خانه‌دار شدن نمیخواهی؟ با من روشن گپ بزن. یا که دیگر مرا دوست نمیداری؟ چی؟ این را با من چه خیلی روا دیدی زهرا؟ ها؟ فکر کردم تو مرا دوست میداری. آخر زیا تنها این چهره تو رو عوض نکرده بودند کو؟ مغزی سرت رو هم پر عوض کردند. چهرم را معقول نکردی. باز مرا به عقل میبراری. اوه تو تماما به عقل شده ای. شد تمام شد. دیگر مرا پس نزن. بس است آخر. اوه زیا چرا سفسطه گفته ایستاده ای؟ من چی گناه دارم ها؟ چی گناه دارم؟ من تنها خواستم با تو عائله برپا کنم. نمیخواهم که آبی چشمم رو ببینی. دوست داشته ای بفهمی من. با من نگاه کن. اگر با دختری خانه‌دار شدن خواهی چی باید کنی؟ چی باید کنی؟ بفهم. با او تکلیف خانه‌داری میکنی؟ کردم. نکردم اگر؟ بله کردم. نکردی؟ نکردم؟ کنی نزد زرگر رفته برایم یک انگشترین زیبو گیر؟ رو زودتر رو. چرا انتظاری جونم رو؟ بیرم. زهرایم از روز تو رو دیدم همیشه در فکری تو بودم. در فکر و خیالم تو بودی. در همه حالت با تو یک جا زندگی کردن خواستم. از لحظه که تو رو دیدم. بس کن آخر گپ رو دراز نکن. با من تنها یک تکلیف میکنی به این هم جوابش معلوم است. آخر زهرا این خیل نبود. چی شده است با این؟ من هیچ نفهمیدم. این زهرای من نیست. کنیزیو خوب در روزی خوب و بد، در بیماری و صحتی. اوف زیا اوف شد آخیره. حیرانی تو میشوم. با من خانه‌دار میشوی زهرایم؟ نه آخر. نه گفتی؟ این چی است آخر؟ انگشترین؟ آخر تو با من با این انگشترین یه خوردی بیزیب تکلیفی عائله داری میکنی؟ انگشترینی بیزیب؟ من این را با پول یک معاشم خریدم. به انصاف. من این را قبول نمیکنم. نکن زهرایم، قربان چشمانت شوم. مگر خودت نگفته بودی که دیگر این گپ ها را بس کنیم هر چیز زودتر خانه‌دار شویم؟ آخر تو چی خیل چون این انگشترینی بیزیب رو خریدی ها؟ آخر این سوال عصبم رو بسیار خراب کرد. استادم رو یافته باید زود پرسم. یا خدایا این چی است؟ من نمیدونم. رفته برایم انگشترینی کلان گیر. آخر زهرا من حاضر از کجا میابم کلانش را؟ چرا این خیل میکنی؟ تمام معاشم را با همین انگشترین صرف کردم. با من چی؟ از کجای میگیری گریفتن گیر؟
استادم روبرویم برآمده. شکر خدا. زهرا چرا این رو قبول نمیکنی؟ تو میخوای که باز دزدی کنم؟ میگیری و میدوزی، لیکن برای من انگشترین کلون بیار. خدایا دیوانه میشم. من با این دختر چیکار میکنم؟ استاد یک سوال دارم من. هجری؟ التماس مرا از این وضعیت خلاص کن. یگان مشکلی است استاد. هجری از این خانم پرس که مگر انگشترین زیبا رو رد کرده تکلیف خانه‌داری را هم رد کردنش جایز است یا نه؟ جایز است. جایز نیست. جایز است. هجری لطفاً تو از این استادت زیانه میپرسی مگر یک دختری زیبا رو 4 سال منتظر کرده با این یک انگشترین خردکک تکلیف خانه‌داری کردن جایز است مگر؟ استاد خانم زینب شما رو زیو گفت؟ جایز است. نیست، جایز نیست. استاد خانم زینب داملا زیو بودن شما رو میدونند. دانستن گیرد با من چی هجری؟ اما یا این که تو به هجری نگفتی مگر؟ چی رو نگفته است؟ آخر چه گویم زهرا؟ حتی وقتی سرخوری هم نداشتم. زهرا؟ استاد خانم زینب را زهرا گفتید؟ زینب نیست، این زهرا است. چی؟ انا خدا دیدی آخر حتی هجری تو رو نشناخت. فعلت ایواز شده است. تو از پس انگشترین کلان گشته. نمیفهمم با تو چی شده است. تو این خیل نبودی. هجری در اصل این استادی تو زیو بسیار ایواز شده است. نگفتنی. هجری اگر دانی که از صبح تا حال چه خیل عذاب کشیدم. با خدا دیلت با من میسوخت. در همینجا گریه کرده خودت رو داشته نمیتوانستی. من نمیدونم. این بگوه برای من انگشترین کلانتر و زیباتر پیدا میکنی. مگیر. استاد همش را میفهمونم هجری، همش را میفهمونم. آخه من از کجا میابم حاضر انگشترین کلان رو؟ یا خدای توبه. سامی پینگوین خیلی ساز پینگوین یعنی خوبم کمیسر، بسیار خوبم، یعنی بسیار خوب. بس که سامی دروغی هستی که ترس دیدمی خیلی فهمیدی که کلتکل زنده هستن شغال. آخر کمیسر از پلیس ها یاردم محافظ طلب کرده میتوانیم. پلیس این خیل خدمت میکند. عجبا چون که اون کلاس مرا انیق میکشد. نترسمی، من اینجایم. پیش از اونو که کلتکل رو دستگیر کنن من او رو دستگیر میکنم. ولی تو دستگیری نکنی نمیتوانم. با من کمک میکنی سمی. کمیسر چی گپ است؟ این همه گونه یاری رو میکنم. بسیار خوب گوش کن. اون رفیق نزدیک کلتکلس است کو شوکت. او با من لازم است. اون نیست آخر کمیسر. چی خیلی نیستم یعنی از ترس اون کانونی دیوانه از شهر گریخته رفت. کانونی دیوانه؟ بله کمیسر. حاضر من به شما میفهمونم. آخر این دیوانه جنگاوری ساخته شد. کانون باشد او را جنگاور فکر کرده از پسش تعقیب کرد. این دیوانه باشد ترسیده است. کانون از پس من از گفته از شهر بیرون گریخت. خیلی کانونی دیوانه در کجاست؟ او را با خدا از دیروز باز ندیدم. شوکت چی خیلی بیایم رقم تلفنش نداری سمی؟ کمیسر رقم تلفنش هست و دست نورست است چون که او دیوانه پیش از گریختن تلفنش رو در جیب من گذاشت و گریخت. ایجابت تلفنش خودش در کارتر آمده. گوش کن سمی پینگوین، این گپایمون در بین خودمون میموند فهمیدی؟ اگر در یگان جشنمه که تو گفته ای قسم میخورم که تو رو پیش از کلتا کلاس میپرونم. نه بازی خیز برای اگمش یک دفعه در کوچه نگر سمی. چون که برای تو خطرناک است. خیز رو بکنم. فهمیدم. تو خودت خورده که من میتونم فهمیدم. برای تیز نوشا با بیرون نبروی. کلتا کلاسی حیوانه به عقل. او کلتا کلاس تو رو پیش از مراد من دستگیر میکنم. بعد درو باروی زینب جان برآمده مثل قهرمان میگویم زینب با من خانه‌دار میشوی جانم. انا خیلی هجری دختری نقابدار زهرا بوده است. میدونم حیران شدی ولی در زندگی این خیلی کارها میشود. هیچ گپی نیست. چیکار کنیم آخر؟ استاد یک سوال پرسم ممکن است؟ آخر هجری من با تو همه این را بیهوده فهموندم. حیران تو میشوم. استاد با سر من یک سوال زور آمده است. تماما این سوال فرق میکند. اگر از شما دو سوال رو یک جای پرسم آیا جایز است من ثواب میگیرم یا نه؟ دو سوال؟
бале устод, ду савол. ду савол якҷоя? бале устод, агар ду савол пурсам. як саволашро ҷавоб дода наметавонам. ду савол диҳад чӣ гуна ҷавоб медиҳам? саволҳо беҷавоб мемонанд. ҷоиз бошад устод. гӯш кун ҳиҷрӣ, дар ин масъала олимони дин ихтилофи гуногуне доранд. устод, як савол сарамро гаранг кардааст, иҷозат медиҳед пурсам? хомӯш бош гуфтам. аввал ман пурсидам, ҷавоби маро медиҳад, аз туро не. устод, ман ҳам ҳаминро пурсидани будам. агар як мусулмон яку як бора ду савол диҳад, ҷоиз аст ё не? чӣ? хомӯш, ман ба ту чанд бор гуфтам ки вақте ман савол медиҳам, омада устодамро нороҳат накун. каме боодоб бош. охир ҳамеша ту мепурсӣ, намегузорӣ ки ман ҳам бипурсам. ин бор ман мепурсам. не, ман мепурсам. ба ман чӣ? ман мепурсам. охир ман мепурсам. устод, як нафар хоб мебинад, гуноҳое ки дар хобаш мекунад ҷавобашро медиҳад ё не? чӣ? устод, занбури асадро куштан гуноҳ бошад? чӣ? устод, ана он занбури сирхи калонро куштан ҷоиз бошад? чӣ? устод, агар инсон мошин дошта бошад, пиёда роҳ гарда ҷоиз бошад? чӣ? ҷоиз бошад устод? ҷоиз аст ё не? ҷоиз бошад? ҷоиз аст устод? ҷоиз аст устод? устод, ҷоиз бошад? устод? устод? ҷоиз нест. ҷоиз нест ҳиҷрӣ. устод? чӣ хел устод, ба ман раҳм намекунӣ? аз худо наметарсӣ? доим як савол медодӣ, ҳозир бошад ду савол мегӯӣ. ин хел накун, аз барои худо ҷоиз нест. ё худоя тавба. ду савол якҷоя додан ҷоиз нест, чунки инсон худашро гум мекунад, аз он ҷумла мисли устодам зиё. мошалло, беҳтарин ҷавобе. майлаш конам. беҳтарин силсила филмҳои туркӣ: ҳидоят, ишқ ва нафрат, захми дил, ва монанди инҳоро. инчунин видеоҳои ҷолибро бо сифати баланд метавонед аз ютуб канали Шаҳноз медиа тамошо намоед. ба канали Шаҳноз медиа обуна шавед ва аз видеоҳои нав бохабар бошед. камолҷон, хуш омадӣ ҷонам. чӣ мехоҳӣ? ба ҷуз хушбахтии ту дигар ҳеҷ чиз намехоҳам, мелис. ҳофизаи ин баргаштааст, мисле ки бисёр одами боодоб шуда бошад. чой кабуд ё чои сиёҳ биёрам бароят? баъд аз ҳодисаҳои гузашта ва сковородкаҳое ки ба сарам хӯрдам, тамоман одами дигар шудам, мелис. мисле ки ақлам равшан шудааст. охир камоли сиёҳ, ту дар асл тамоман одами дигар шудаӣ. лутфан, мелис, аз ин пас маро камоли сиёҳ нагӯй. номи ман камоли равшанфикр аст. камоли равшанфикр? чӣ хел номи зебо! барои он ки солҳои дароз туро нороҳат кардам, аз ту маъзарат мехоҳам, мелис ҷон. агар ту ҳамин хел рафтор кунӣ, метавонӣ ҷони маро гирӣ. медонам, мелис, маро ҳеҷ ба худат лоиқ надонистӣ, вале ман ҳамеша аз паси ту медавидам. гӯш кун ҷонам, инҳо ҳамаш дар гузашта монд, майлаш, яъне биё фаромӯш мекунем. бале, онҳо дар гузашта монд, мелис, вале дигар бо ту ин хел рафтор намекунам. боварам намеояд, ин одам дар ҳақиқат равшанфикр шудааст. ана барои ҳамин, мелис, дигар ҳаргиз туро нороҳат намекунам. аз пасат намедавам. туро дӯст намедорам. чӣ? ман ба ту намеарзам, мелис, ту ба беҳтаринҳо лоиқӣ. камоли сиёҳ, яъне камоли равшанфикр, ту чӣ гуфтанатро мефаҳмӣ? лутфан, мелис, барои ба ин хулоса омадан бисёр фикр кардам, дигар аз пасат намедавам.
چرا نمیدوی ها؟ باز دیوانه‌وار میدوی. در حیات از عشق چیزهای مهمتری هم هست ملیس. نه غیر امکان است. حافظه این باز گم شده است. در اقیانوس هند ماهی‌های نادر نسلشون رو از دست داده ایستادن. میدونی این رو ملیس؟ چی؟ ستاره ها رو چی؟ عدد ستاره ها تمام شده ایستادند. در دنیای بی ستاره و ماهی عشق چی ارزشی دارد ملیس؟ آخر تو چی ها گفته ایستاده کمالی سیاه؟ با خود بیا گوش کن. تو کمالی سیاه هستی. کمالی روشن فکر رو دیگر نیستی. فراموش کن او رو. باران در جنگل ها بسیار کم باریده ایستاده است ملیس. گرمای از حد زیاد در اطراف دنیا هر روز تاثیر میرساند. بس است آخر خاموش شو. علف‌های در بحر بوده هم روز تا روز کم شده ایستادند. اگر علف‌ها نباشند ماهی‌ها چی میخورند؟ ها این رو فکر کردی ملیس؟ بس است خاموش باش. لطفاً التجا میکنم کمال با خود بیا. تو کمالی سیاه هستی. روشن فکر رو دیگر نیستی. لطفاً من کمالی سیاه رو باز پس میخواهم. باید دنیا رو طوری کنیم که زندگی در آن آسان باشد ملیس. برای این باید چیزهای کربندار رو کمتر استحصال کنیم. در این حیات باید کمتر پرتاب پرتویم و انرژی بردوام باید استحصال کنیم ملیس. حاضر من به تو کربن رو نشان میدهم. انا به تو کربن بگیر. برای تازه و آزاده نگاه داشتن اکولوژیا باید کمتر. تو کمالی سیاه هستی. با خود بیا. دندانهایمون رو که شوشتیم نباید که آب رو کشوده مونیم. پیش از خانه برآمدن باید چراغ رو خاموش کنیم. بس است آخی. بس است میفهم. بس اسمالی خوب میشم آخی. یک طرفی سردی مرا. تو کمالی سیاه کوچگرد هستی. با خود بیا. سردی مرا رها کنید میگویم. برای دنیا رو زیباتر کردن باید با ناعدالتی نگوییم. چی؟ اسمالی چی کار میکنی؟ چرا سراسیمایی؟ کمیسر کیلا زنده بوده است. حیاتم زیر خطر است. من در اینجا مانده نمیتوانم آخر. آسمی شغال. بله با فکرم در این اطراف بسیار نگرد. اگر کلتکیلس رو دستگیر کند عاقبتش خوب نیست بدون. نه این خیل نگوید کمیسر. این خیل نگوید کمیسر. همه خیل است. خیر شوکت رو ندیدی؟ از صبح نمی نماید. شوکت از ترس کنان دیوانه از شهر گریخته رفت. گریخت؟ خیر من هم گریختم. شوکت تو چی خیلی ترسانشک بوده ای؟ کلی با او یک زنگ زنم. در کجا است؟ شوکت یبله. انا کلتکلسی خوین زنگ زده ایستاده است. امشب ما برای تو توفه بزرگی دارم شغال. اول تو رو دستگیر میکنم. بعد رفته با زینب تکلیف خانه‌داری میکنم. تو زن زدن بگیر کلتکل است. من بعدا تو رو میبینم فریبگر. یا خدایا توبه. با کجا رفته است این آدم؟ با تلفن هم جواب نمیدهد. خیر میلش من رفته با زهرا انگشتر زیبا گیرم.